خیر نمیدونم با فکرم که زن با باور نکنن نقص‌تر است زنها همه چیز رو نقص میبینن ممکن که وای کنن استفاده برنده پول فرق ندارد زن یا مرد کسی که وجدانی پاک داشته باشه با اون کس باور کردن ممکن پول با انسانی که پول دیدگی فرق نداره زن مرد یعنی از خوردی مثلا اگر پول دیدگی باشد باید باور کردن ممکنه چرا که اون پول اون استفاده نمیکنه کردن وای پول استفاده میبرد پول به فکر من با مردها باور کردن ضرور است چون که زن بسیار خراجاتی بسیار دارد از همین سبب خوب میشد که بسیارتر به مردها باور کرده پول را سپاریم با زن بله برای زن خودش نازکتر است با کارپشن کمتر دست میزنه چه نسبت مرد برای همین خاطر چیش بسیارتر است زن است مسئولیتش برای همین خاطر زن در باوری کنیم بهتر میشه پول بسیارتر به زنها برای آن که مردها خرج کنی را دوست می‌دارند از زنها با فکر من که نه اونقدر خرج میکنن نظر به مردها